یکی دیگه از دستورهایی که در دوره آموزشی تهیه نقشه‌های طرح‌هادی آموزش داده میشه، نحوه استفاده از نرم افزارهای جانبی و مکمل هستش. به عنوان مثال فایلی رو که ملاحظه می‌فرمایید اتوکد می‌خوایم اریا بگیریم، مساحت کاربری لایه‌های مسکونی. همونطوری که ملاحظه می‌کنید ایزولیت رو زدیم، لایه مسکونی انتخاب شد و خب با دستور اریا خیلی راحت میشه اریای تک تک این پلیگون ها، پارسل ها و یا به صورت دسته‌جمعی. اما ما میخوایم بگیم که این لایه رو وارد یک فایل جدید از طریق کلیبورد کپی میکنیم و بعد فایل جدید کپی پیست اورجینال و تحت عنوان تست، لایه تست یا فایل تست سیو میکنیم، ذخیره میکنیم و در ادامه وارد نرم افزار ArcGIS میشیم. اینجا همون فایل اتوکدی رو آموزش میدیم که به صورت یک لایه DWG شما بتونید این رو به محیط نرم افزاریتون بیارید و بعد از اینکه آوردید پلی لاینش رو انتخاب میکنیم، میایم سلکت و تبدیل میکنیم به یه دونه شیپ فایل. به این صورت که کلیک سمت راست، دیتا، اکسپورت دیتا و به راحتی تبدیل میشه. حالا مجدد اسم و عنوانش رو بایستی در همون مسیری که این فایل رو سیو کردید یادداشت بکنید، ذخیره بشه، سیو رو بزنید و بعد از اینکه سیو رو زدید ملاحظه میشه که به صورت یک شیپ فایل در محیط نرم افزاریمون ظاهر میشه. خب الان لایه اضافه یعنی DWG رو ریموو میکنیم، پاک میکنیم و دقت اگر بفرمایید میدونید که الان یک شیپ فایل دارای دیتابیس داریم که البته خب اطلاعات زیادی درش نیست. برای اینکه بتونیم اریا بگیریم باید در قسمت سرچ تبدیل کنیم به پلیگون. دستور فیچر تو پلیگون رو میزنیم و یک پنجره باز میشه. در قسمت اینپوت تست رو وارد میکنیم، در قسمت آوتپوت آدرسی که میخوایم اون شیپ فایل ظاهر بشه مشخصا یادداشت میکنیم و دستور سیو اوکی. الان مشاهده میکنید تبدیل شد به پلیگون. کلیک سمت راست رو که بزنیم وارد تیبل میشیم و بعد از آن در قسمت اد فیلد میایم یک فیلدی رو با عنوان مساحت فارسی، فینگلیش و یا حتی اریا تایپ میکنیم. چون اریا معمولا اعشاری داره در قسمت تایپ یا گونه دابل باید بزنیم و بعد که کلیک سمت راست بکنیم در قسمت کالکولیتر جیومتری انتخاب میکنیم اریا و به سادگی شما میدونید که پلیگوناتون الان مساحتاش مشخص شد. در ادامه خیلی راحت میتونیم مساحت کل بگیریم، اوریج بگیریم، مینیموم بگیریم، ماکسیموم بگیریم و یا حتی تک تک این پلیگون ها اطلاعات مساحتشون رو با دستور لیبل فیچرز نمایش بدیم. وقتی که این کار رو کردیم وارد پراپرتی میشیم، لیبل رو انتخاب میکنیم و عنوان اریا به سادگی شما میدونید که هر کدوم از مساحت ها رو ببینیم. موفق و مؤید باشید.